کلیپسازی در تاجیکستان مانند مدل لباس است. کلیپسازان به یک موضوع، حالت یا دکوراسیا که چسبیدن به قول تیت و پیتش را میبرارند و نوابسته از مضمون سرود آن تجربه می شود. زمان بند و زنجیر و قفس مد شد و آنقدر کلیپ های زنجیر بند و بند پیچ به بازار ریخت که حسابش گم. کلیپسازان صدرالدین را در بند شبیه تار عنکبوت دست و پا بستند. با این هم قانع نشدند که در نوار دیگر او را و گلدختر قهرمان کلیپش را روی کرسی نشانده و بستند. چی میخوای عزیزم با پای تو بریزم دست تو را بگیرم شهر دیگر گریزم. ماهیره را پشت پنجره و میان بندها گذاشتند. میرزامودین باشد گاهی در کدام دشتی که تنها یک درخت زنجیر پوش دارد ظاهر می شود و گاهی دیگر درون کدام تاریکی که ظاهرا بغار شباهت دارد و همچنین زنجیر پوش است. مرمیان هم در این کلیپ هست که خود را با زنجیر پیچانده و ناز و کرشمه می کند. چشمای تو قشنگ دوست دارم من شدی دوش ببین نواسه و غم دیگه رفته بیا برگرد تو قصه عشقمون نتون از بر شد عشقت رفتنی نیست موندگار شده توی دلم ای روزگار اشکای نازشو ببین از چشاش چجوری رویده روی گونه هاش فردای بی تو برام از بی دلیل این منم که تو بند عشقت اسیر. اما جایی که سید جعفر میان زنجیرها ترانه میخواند جنگلزار است. من بی تو تنها مرم نوری دو چشمی مرم اگر میریم میرم من شیشه عمری منی میخواهی اون را بشکنی اگر میریم میرم من. کلیپ سازی ریحانه ایده دیگرتری داشته است. کدام یک کارگردان فکر کرده که اگر ولی جان را درون قفس بنشاند کلیپش بازارگیر می شود. در دنیای تنهایی نمیابی دیگر دیرسوز عزیزم تا تو میایی شبانی میرمد افسوس. و با احتمال زیاد آنهایی که ولی جان را به قفس جا کردند زینوره را هم آنجا کشیدند. تنها فرق این است که قفس زینوره گلپوش است. کلیپ افسانه گلرو هم فرق زیاد ندارد. زنجیر و بند و قفس گویا که از مود رفت و دیوارهای گازیتا پوش به فکر کلیپ سازان زد. انیسه هم میانی غرمی گازیته ها گویا پشت قلق رفته و چی کنم میخواند. واحد نظامزاد هم استثناء نیست. باقی گل سعید و نیز زی دلم خبر نداری زی نگاهی من چی پرسی زی برم گذر نداری زی گناهی من چی پرسی. کلیپ سازان تاجیک برای رفیع رویشی افغان هم چنین یک ویدیو تهیه کردند. گفتی چرا دلت را بستی به تار زلفت دیوانه گشت آخر زنجیر پا ندارد. اخیراً این روند هرچی جالبتر می شود. نسل نوی کلیپ ها درون کوه تهیه می شوند. کلیپ سازان تاجیک آوازخوان ها را اکنون به درون خس و خاشاک می کشند. منظور در میان سبزه های خشک در صحرا نشستن و سرودخوانی کردن نبوده بلکه کوه به معنای اصلیش است. یک شب من به تو مانم
خوش میگردد لبانم سخت سوز جسم و جانم مغزی استخوانم سخت سوز جسم و جانم مغزی استخوانم ای نگارا ای نگارا ای نگارا ای نگارا. بیشک این روند ادامه خواهد کرد و سراینده های زیاد سراغ کاه خواهند رفت و شاید نه همه آنها به دریافت آن مشرف گردند. آمد سالی 12 در آغل نداریم که با تو میخندی قهقه دیگه مرا زنگ نزن. حالا آخرین سراینده ای که درون کاه در آمده است ماهیره می باشد. مؤلف این کلیپ تنها به ماهیره قناعت نکرده و 3 نفر دیگر اکاردیون زن، تبلک نواز و ربابچی را هم آنجا کشیده است. ظاهراً بجز کلیپ ساز ماهیره که شادانه سرود میخواند، آن 3 دیگر از مطربی در چنین شرایط راضی به نظر نمی نمایند. اما ماهیره بالای کاه نشسته و بچه بالا نظری میخواند. محبت به خس و خاشاک نشانه چیست؟ نبودن ایده، سطح فهمیش، کمچی دیگر یا کدام اشاره به سراینده ها؟ جواب درست را بگذار خود کلیپ سازان بگویند. ما تنها به عنوان پیشگویی حدس میزنیم زینه بعدی کلیپ ها درون پاخته دیوار خواهد بود. زمینش الکی تیار است. ای دختری که گرتی دو زلفا دلقه را گشت نکاد به ناز و کشت خلقه